دوستان، به کانال من خیلی خوش اومدید. تو این جلسه میخوام یه روش جدید برنامه‌ریزی رو بهتون آموزش بدم. اگه جلسه اول ندیدی حتما ببین که اونجا آموزش دادم چطوری اصلا اهدافمون رو انتخاب. تو پارت دوم یک برنامه‌ریزی کلی رو آموزش دادم که چطوری باید برای 5 سال دیگه‌مون یک هدف گذاری بکنیم و برنامه‌ریزی کنیم. اما توی این جلسه میخوام یه روش جدید برنامه‌ریزی رو که خودم از چند تا برنامه‌ریزی‌های مختلف ترکیب کردم و به دستش آوردم و تو زندگی استفاده کردم و موفق شدم و باهاتون به اشتراک بذارم. دوستان، توی جلسه اول که ما فهمیدیم چطوری هدف زندگی خودمون رو که مخصوص خودمون رو انتخاب کنیم، اونجایی که به شما گفتم اگه قرار باشه شما برگردین کنار آدم و هوا زندگی کنین، دوست دارین چه چیزایی با خودتون از این زندگی به اونجا ببرین؟ خیلیاتون 100% جواب دادین خونمون و خانواده‌مون و ماشینمون و خیلی چیزای دیگه. اگه دقت کرده باشین تمام چیزایی که ما انتخاب کردیم دلیلش به خاطر بقا و امنیت و داشتن یه زندگی آروم. ریشه تمام چیزایی که ما انتخاب کردیم، هدف ما این بوده که یه کانون خانواده امن و خوبی رو داشته باشیم، یا خونه دلخواه خودمون رو در آینده به دست بیاریم، یا هدفمون موفقیت و پولدار شدن بوده، رسیدن به یه قدرت، به یه شهرتی بوده. همه اینا دوستان ریشش پوله. بیاین خودمون رو گول نزنیم. میدونم از بچگی توی فیلم ها، جامعه، خانواده خیلی ها به ما گفتن پول خوشبختی نمیاره. اینا سیاست هایی بوده که دولت های بزرگ دوست نداشتن مردم عادی به ثروت برسن تا بتونن اونا رو به بردگی بکشن. متاسفانه خیلی ناراحتم که اینو میگم، درد داره برای من، اما بهتره که اینجا بیدار شیم که دولت‌ها فقط به ما گفتن درس بخونید، تحصیل کنید که در نهایت یک کارمند باشیم برای اونا. هیچ وقت به ما تو مدرسه یا جامعه آموزش ندادن چطوری هدف و استعداد خودمون رو پیدا کنیم و تو اون مسیر بیزینس خودمون رو داشته باشیم و ثروتمند باشیم و با آرامش به تمام خواسته هامون، خونه رویایی، خانواده، هر چیزی که میخوایم برسیم. دوستان، اینجا من میخوام این رو آموزش بدم که چطوری شما میتونید به اون پول و ثروت دلخواهی برسید تا بتونید اون هدفی که دارید، اگه خونه رویاییه، اگه داشتن یه خانواده شاد و خوشبخته که ریشش پوله، بهش برسید. خب دوستان، میدونم بی‌صبرانه منتظرین که ببینید چی رو میخوام آموزش بدم. قدم اول یا تمرین اول اینه که شما یه دفترچه کوچیک همراهتون باشه که در طول روز همه هزینه هایی که انجام میدین رو داخلش بنویسید. تمام هزینه ها. و هر شب نگاه کنید که کدوم هزینه ها اضافی بوده یا ضروری نبوده. شما به راحتی میتونستین اون هزینه رو خط بزنین، انجامش ندین و در واقع پولش رو ذخیره کنید. به همین شکل شما در طول هفته هزینه هاتون رو یادداشت میکنید و به همین شکل ماهیانه در آخر ماه متوجه میشین که یه مبلغ خیلی زیادی رو شما صرف هزینه کردن چیزایی که ضروری نبوده کردید. توی کتاب اثر مرکب میگه زمانی که ماهیانه متوجه میشین چه مبلغی رو اضافی هزینه کردین رو کنار بذارید. یه سرمایه گذاری خیلی کوچیک انجام بدین که در طولانی مدت یه تحول مالی برای شما ایجاد بشه. یا تو کتاب اثر مرکب میگه اگه قهوه‌تون هر روز از بیرون تهیه می‌کردین و ماهیانه یه مبلغ چشمگیری میشده، حالا شما میتونین توی خونه توی فلاکس لیوانی قهوه‌تون رو تهیه کنید و با خودتون به سر کار ببرید. یه روش دیگه که میخوام بهتون آموزش بدم چطوری میتونید در کنار کاری که دارید یا اگر خانه‌دار هستین به درآمد برسین، داشتن یه پیج با چند تا عکس زیباست. شما خیلی راحت میتونید توی گوگل سرچ کنین که پرفروش‌ترین محصول در جامعه، حالا هر جا که هستین اسم اون منطقه رو میگین، یا بیشترین نیاز مردم. مثلا نیاز مردم چیه دوستان؟ هممون میدونیم که ما ایرانی‌ها مراسم‌های زیادی داریم. خیلی راحت شما میتونید یه پیج با چند تا عکس زیبا داشته باشین، مثلا برگزاری مراسم، تزیینات مراسم،
تهیه غذا برای مراسم، دسر و کیک، یا به کافی شاپ‌های اطراف خونه‌تون برین و ازشون بخواین که سفارش کیک و شیرینی رو به شما بدن و شما تو خونه میتونین اون کیک ها رو بپزین و به اون کافی شاپ‌ها بفرستین. بابت هر چیزی که شما دوست دارین نسبت به اون منطقه که دارین زندگی میکنین و نیاز اطرافیانتون هست و پیدا کردن این نیاز خیلی راحت با سوال پرسیدن دوستا، اطرافیان، همسایه ها خیلی راحت متوجه میشین که اونا چی نیاز دارن که شما وقتی این کار انجام بدین اولین کسایی که بهتون سفارش میدن همون دوستا و همسایه ها و اطرافیانتون، بچهای محلتون در واقع هستن. دوستان، پس ما در روش اول یاد گرفتیم که با دفترچه کوچیک هزینه‌های روزمره‌مون رو بنویسیم که بدونیم ماهیانه چه هزینه‌هایی رو داریم. ناآگاهانه، دوستان واقعا ناآگاهانه است. وقتی خودم این تمرین رو انجام دادم دیدم چقدر هزینه‌های بیهوده‌ای که خودم ازش آگاه نبودم داشتم. توجه به توانایی و علاقه شما و نیاز جامعه و اطرافیانتون شما یه پیج با چند تا عکس میزنید و بیزینس خودتون شروع میکنین، سفارش کار میگیرید. با این دو روشی بهتون آموزش دادم شما به درآمدی میرسین. زمانی که شما سفارش میگیرین با پول همون سفارش شما سفارش میدین و تحویل مشتری میدین. تو کتاب اثر مرکب داره توضیح میده که بعد از مدتی این مقدار پول وقتی زیاد میشه شما میتونید شروع کنین به یه سرمایه گذاری خیلی کوچیک. مثلا با مبلغ پولی که دارین میتونین زمینی رو که در منطقه رشد هست رو تهیه کنین. دوستان، سال 2012 من مبلغ کمی پول داشتم که تصمیم گرفتم باهاش زمینی رو تهیه کنم. تصمیم گرفتم تحقیق کنم که کجا میشه زمین خرید که در آینده رشد داره. من شماره ای رو تهیه کردم که وقتی باشون تماس گرفتم گفتم که امکانش هست به من بگین کجا در اطراف شهرتون سالهای آینده قراره اتوبان یا جاده جدیدی باز بشه. و اون آقا با مهربونی گفت بله، این منطقه 10 سال آینده قراره اتوبانی باز بشه. همونجا زمینی رو با مبلغ خیلی پایین، همون مبلغی که خودم داشتم خریدم. وقتی زمین رو خریدم همه اطرافیان به من خندیدن که چرا اونجا خریدی؟ اما اونا نمیدونستن که من از جای درستش تحقیق کردم. همونایی که به من میخندیدن و مسخره میکردن که چرا اینجا زمین خریدم، بعد با من تماس گرفتن که خبر داری کنار زمینت اتوبان شده؟ میدونی الان قیمتش چنده؟ دوستان، اینجاست که زمانی که شما میخواین سرمایه گذاری کنین باید از جای درستش تحقیق کنین. من خیلی دیدم که آدما وقتی میخوان یه کاری انجام بدن از آدم اشتباه مشورت میگیرن. ممنونم که تا اینجا با من بودین. امیدوارم لذت برده باشین و از تکنیکایی که بهتون آموزش دادم حتما استفاده کنین که سال دیگه همین موقع شما جزء میلیاردرهای کشورمون باشین. حتما سابسکرایب کنین تا آموزش‌های بعدی شما اولین کسایی باشین که براتون ارسال میشه. تو جلسه بعدی کنار من باش که میخوام یه مدل دیگه از برنامه‌ریزی رو بهتون آموزش بدم.